بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و خودستایی در میان شما و افزون طلبی در اموال و اولاد چیزی نیست. مانند بارانی که سبزه نبات آن زراعت پیشگان را به خوشی عجیب فرو می برد و سپس خشک می شود، به گونه‌ای که آن را زرد شده می بینی و باز به کاه تبدیل می شود. و در آخرت برای کافران عذاب شدید است و برای مؤمنان آمرزش از جانب خدا و رضامندی است و زندگی دنیا جز متاع فریب چیزی نیست. در راه رسیدن به آمرزش پروردگار خیش و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است مسابقه کنید، بهشتی که برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند. این است فضل خداوند.